دوستان عزیزانی که اضافه شدن، من یه سلام و عرض ادب دارم خدمتون. اول قراره برای شما دی5 رو معرفی بکنم، راجع به فرقش با بقیه نرم افزارهای معماری میگم، چالشاشو میگم، قابلیتاشو میگم و در نهایت میرم یه پروژه نمونه‌ام انجام میدم که شما با روند کارش آشنا بشید و در نهایت همون موقع که مثلا دارم من با این پروژه کار میکنم، دوستان دیگه مثل نوید میان و نظراتشون رو راجع به دی5 میگن و آخر سرمایه قسمت پرسش و پاسخ هم داریم تا در خدمت شما باشیم. خب اول خب بگیم دی5 چیه؟ دی5 یه نرم افزار ریل تایم مخصوص معماریه. من همیشه میگم اینجا دو تا کانسپت ما داریم. یکی ریل تایم، یعنی شما هر کاری داخلش بکنید تغییرات رو همون لحظه میبینید و لازم نیست مثلا تا آخر پاییز وایسید مثلا جوجه بشمارید دیگه، میدونید. و چطور میگم معماری؟ یعنی مثلا چند تا معمار مثل من و شما جمع شدن دور هم، یه نسخه از آنریل انجین رو برداشتن، با یه الگوریتم انویدیا ترکیب کردن و شده این نرم افزار دی5 که میبینید. و روی این حساب ابزارهایی که داره همش مخصوص ما معماراست که بتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم و برای قصه گویی و تصویر پردازی اینا استفاده کنیم. یعنی میشه گفت یه نرم افزار از معمارها برای معمارها. حالا فرق اصلی دی5 با نرم افزارهای نسل قدیم مثل ویری و کرونا و موارد این چنینی چیه؟ ببینید، نرم افزارهای نسل قدیم تمرکز گسترده‌ای روی تنظیمات داشتن، روی این داشتن که شما هر کاری که دلتون بخواد بتونین بکنین و گستره زیادی از موارد رو داشتن که به شما کمک میکردش که صحنتون رو آماده بکنید و شروع بکنید بچینید چیزاتون رو. اما دی5 این مسئله رو اومده اصلا عوض کرده، گفته آقا من یه نرم افزار هستم برای معماری دیگه، شما بیا کارتو بکن و تنظیمات رو کاملا ساده کرده که شما روی طراحی و هنر متمرکز بشید. یعنی مثلا شما برای دی5، برای مثلا ویری و کرونا اینا لازم بود بری آموزش ببینی، فوتو فن یاد بگیری، نکات ریز یاد بگیری، تنظیمات متریال یاد بگیری و خیلی چیزای دیگه تا برسی به جایی که حالا بتونی و کارتو انجام بدی. همه چیز اما توی دی5 به صورت خودکاره و عملاً آموزش زیادی نیاز نداره. شما توی 1 ساعت 2 ساعت یا هر چقدر که فکر میکنین مثلا حداقل چیزیه که یه چیزی یاد بگیرین، کامل میتونین دی5 رو یاد بگیرین و شروع بکنید روی کادربندی زیبا، نورپردازی حرفه‌ای و تکنیک‌های داستان سرایی تمرکز بکنید و به نتیجه برسید. حالا آیا کسی که تو نرم افزارهای نسل قدیم خوب بوده توی دی5 هم خوبه؟ بله، دقیقاً. اما یه موضوعی هست که به عنوان یه چالشیه که وقتی شروعش میکنید ممکنه باهاش مواجه بشید. طراحی توی سرعت پایین با طراحی توی سرعت بالا یکم فرق میکنه. توی سرعت پایین شما با آرامش قسمت‌های مختلف کارو میبری جلو، ذره ذره ایراداتو بررسی میکنی و حل میکنی. کلاً اصلا سبک تست رندر به این صورت میره جلو. اما وقتی شما میای توی دی5 قضیه فرق میکنه، همه چیز خیلی سریع انجام میشه و این سرعت باعث میشه شاید ایرادایی که قدیم شما توی کاراتون میدیدید این بار به چشم نیاد. من قدیم نقاشی میکشیدم و یه ماجرایی بود که یه نفر که نقاش حرفه‌ای بود به من گفته بود، میگفتش هر موقع نقاشی تو تموم کردی و فکر کردی که خیلی خوب و قشنگه، بذارش کنار، 3 روز بعد تازه بیا نگاش بکن و اون موقع میفهمی که چقدر ایراد داشته و تو ندیده بودی. این مسئله رو من توی دی5 اولش که شروع کردم دیدم. میدونید واقعیت اینطوری بودش که مثلا من هفته پیش یه کاری انجام داده بودم و خیلی ازش خوشحال بودم، ولی این هفته مثلا نگاه میکنم میگم این چقدر بده، چقدر ایراد داره. و این یه مسئله بودش که این به خاطر اینکه من عادت داشتم به ویری و سرعتم هنوز با اون تنظیم بود. اما رفته رفته وقتی شما یاد بگیری
توی سرعت طراحی بکنی، یاد بگیری که مثلا چک لیست بنویسی و بدونی که چی کارا بکنی، کجاها رو حواست باشه، سرعتت هم درست میشه و کارت هم خیلی قشنگ میشه. حالا این D5 فرقش با مابقی نرم افزارهای نسل جدید مثل ونتج و توی موشن و لومیون چیه؟ جالب بدون اینا فرق زیادی ندارن. این نرم افزارها شباهت زیادی با هم دارن، همشون سادن، تقریبا یکیشون رو یاد بگیرید میتونید با همشون کار کنید و سر همین موضوع اینا به شدت با هم رقابت میکنن. مثلا شما میتونی طرح تو امروز با ونتج بزنی، فردا با D5، پس فردا بری اصلا با توی موشن بزنی، هر کدوم بیشتر بهت حال میده میتونی استفاده کنی. همشون هم خرید ماهیانه دارن، بنابراین شرکت ها هم میدونن که الان مثلا این ماه یکی مشتریشونه، شاید ماه بعد نباشه. رو این حساب رقابت شدیداً بالاست و D5 هم تو این زمینه اصلا رحم نمیکنه. و حالا بیاین با هم بریم و با قابلیت های D5 آشنا بشیم. اولین قابلیت D5 طراحی ریل تایمه که صحبتش هم کردم. یعنی شما دقیقاً هر تغییری توی صحنه میخوای بدی، همونطور که توی این تصویر که میبینی ریل تایمه، همه چیو با کیفیت رندر مشاهده میکنی. حالا جلوتر میگیم. مسئله بعدی قابلیت اتصال با نرم افزارهای روز معماریه. شما توی 3D Max میتونی باش هر چی خواستی و همون لحظه بیاری، توی اسکچاپ میتونی، و این یه حالت لایو داره، یعنی تغییراتی که شما توی نرم افزار میدی همون لحظه اعمال میشه و این برای نرم افزاری مثل راینو، مثل رویت و خیلی نرم افزارهای دیگه هم وجود داره. مسئله بعدی میشه یه asset لایبرری عالی که شما میتونی آبجکت های آنلاین یا آبجکت های خودت داری و خیلی سریع بیای توی صحنه و بچینی و یه صحنه ای که خالیه رو تبدیل کنی به بدون صحنه ای که خودت علاقه بهش داشته باشی. همونطور که اینجا میبینید خیلی سریع مثلا توی این ویدیو چیده شده و این خیلی به نظرم خوبه. جالب بدونید شما میتونید اینا رو به صورت انبوه هم بچینید، یعنی مثلا یه مسیر بذارید و همه چی رو سریع قرار بدین و این مسیر مثلا واسه ماشینا اصلا یه ماجرای دیگه ای پیدا میکنه، چون مثلا ماشینا میتونن توش حرکت بکنن، یه سیستم ترافیک درست بکنه و حتی مثلا شما میتونید مثلا توی شب چراغاشون رو روشن بکنید و این خیلی جالب میشه. مسئله گیاهان وقتی میاد وسط D5 خیلی قویه. شما اسم اسکتر رو جاهای زیادی شنیدین، ولی توی D5 اسکتر یه چیز دیگه است. نه تنها شما قابلیت اینو دارین که گیاهان D5 با هر طوری دلتون خواست و به راحتی هر چه تمامتر بچینید، بلکه D5 خودش کلی پریست جذابم برای شما درست کرده که طرحتون رو به سادگی از این رو به اون رو میتونه بکنه و هر بار آپدیت میشه این پریست ها بیشتر میشن. یکی از قابلیت های جالبش اینه که شما میتونید یه جاهایی رو جدا کنید که اصلا در نظر نگیره. D5 این اجازه هم به شما میده که گیاهاتون رو با براش بچینید، خودتون بکشید و قرارشون بدید. و جالب بدونید که این موضوع پاک کنم داره که خیلی اصلا گیاهو یه شکل دیگه میکنه. جدای از اینا خیلی ابزارهای دیگه هم داره، مثلا چمن که توی طرح‌های مختلف میتونید خیلی سریع هر جا که خواستید چمن بذارید. شمشاد هم داره، مثلا خب استفاده‌ای که توی خیلی زیاد میشه. پیچک، چند مدل پیچک داره که خیلی راحت شما بتونید استفاده کنید. و جالب بدونین حتی تو ساده ترین حالت هم وقتی استفاده میکنین قابلیت هایی داره که بتونید اونا رو به صورت رندومایز شکلشون رو عوض بکنید تا بتونه یه حالت طبیعی تری بگیره. بعد گیاه ها میاد بک‌گراندهای شما میتونید کوه درست بکنید، انواع و اقسام به کوهی که دلتون بخواد قابلیت درست شدنش وجود داره و شما میتونید اونا رو نقاشی کنید، با هم ترکیب کنید، روش اسکتر بذارید، گیاه بذارید و یه بک‌گراند فوق‌العاده برای کارتون درست بکنید.
و با تنظیماتی هم که داره شما میتونید قشنگ مشخص بکنین قله کجا باشه، کجا سنگ باشه، متریالش چی باشه، کجا مثلا این اصطلاحاً اروژن به این میگن، اینطوری بشه که کاملا کوهتون رو طبیعی کنید. و جدای از کوه شما میتونید یه شهر سادم حتی درست بکنید و یه شهر خیلی سریع هم نخواستید اصلا اگه بخواید میتونید گوگل رو بیارید اونجا، یعنی شما گوگل ارث رو بیارید توی کار. دی5 خودش کلی HDRI داره، ولی حتی اگه از HDRI گوگل هم، یعنی HDRI دی5 هم نخواین استفاده کنین، HDRI خودتون هم میتونید بهش اضافه بکنید و انواع حس و حال رو داشته باشین. جدای از اون ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه داخل دی5 هستن که شما میتونید هر آسمون و اتمسفری که میخواین رو بسازین. اصلا یه تنظیمات خیلی ویژه‌ای برای شب داره که شما میتونی ماهتو تنظیم کنی. مثلا ببین سادگی هرچی تمام‌تر، یه ماه میذاره اول ماهش میکنه، اینجا که اصلا کهکشان راه شیری رو میاره. و هیچی به نظرم مثل برف و بارون نمیتونه به فضای شما حس اتمسفر بده و قابلیت بارون و برف دی5 هم خیلی خوبه. متریال های دی5 هم قابلیت عجیبی دارن، از آب با تلالو گرفته، همینطور که میبینیم فقط با یه دکمه فعال میشه، تا فوتیجایی که خودتون میتونین بک‌گراندش رو توی نرم افزار حذف بکنید و اونا رو روی هوا استفاده بکنید که باعث میشه هولوگرام یا خیلی چیزای دیگه مثل حتی دود، مثل حتی هر چیزی بیاد اونجا دیگه. حالا بیاین در نظر بگیرید مثلا متریالایی که میتونید به صورت نیمه شفاف استفاده بکنید، یووی رندومایزر که باعث میشه کارتون واقعا طبیعی تر به نظر برسه، و البته نرم کردن گوشه ها که باعث میشه خیلی حس متفاوتی کار بگیره. جدای از اون دی5 صفحات 3 بعدی داره که شما میتونید پشت شیشه های طرحاتون بذارین، میتونید ساختمون هایی با استایل ارائه بدین، میتونین سکشن توی کارتون درست بکنید و از اونا رندر بگیرید و این سکشن ها خودش تازه یه سری قابلیت ها داره. نور شما میتونی بهش بدی، شما میتونی تعریف بکنی که سکشن چه شکلی خودشو نشون بده و همه اینا در کنار استفاده ایزومتریک قرار میگیره که باعث میشه شما واقعا شیت بندی خیلی خفنی داشته باشین. وقتی به انیمیشن میرسیم دی5 حرفای خیلی زیادی برای گفتن داره، از یه پلیر خیلی ساده ولی قدرتمند گرفته تا تنظیماتی که شما میتونید حتی روی مسیر حرکت انجام بدین، مسیرتون رو کاملا میتونید شخصی سازی و پیشرفته بکنین. و جدای از اون یه سری تمپلیت های مخصوص داره که به شما اجازه میده تا زوایای خیلی خاص رو بتونید فیلم برداری بکنین. یکی از مواردی هم که خیلی میتونه جذابش کنه مسئله کامرا تارگته که دوربین شما همیشه روی دونه تارگت بمونه که باعث میشه انیمیشناتون خیلی جالب بشه. شما حتی میتونید به آبجکتاتون کی فریم بدین که رفته رفته ظاهر بشن و این باعث میشه که بتونین انیمیشن‌های خاص درست کنین و اینا همه جدای از اینه که شما میتونید انیمیشن اصطلاحاً فیزینگ داشته باشین که باعث میشه تک تک اجزای کارتون رو بتونین به صورت خیلی حرفه‌ای وارد کار بکنین. اینا باعث میشن واقعا یه حس و حال خاصی روی ارائه های شما بیاد. همه برای معماری و البته کیبورد ظاهرا. و به نظر من همه اینا مثلا ابزاریه که شاید شما توقع داشته باشید از یک نرم افزار معماری، اما دی5 اومد یه کاری کرد و به عنوان اولین نرم افزاری که AI آورد تو کارش ماجرا رو عوض کرد. شما میتونی یه عکس بدی و اتمسفر اون عکس رو بیاری توی
رندرت و با اون اتمسفر کار کنی. شما میتونی یه عکس بدی و متریال اون عکس رو بیاری توی مدلت و استفاده بکنی. فکر کنید کارفرما به شما یه تکسچر بی کیفیت میده، D5 اونو برای شما با کیفیت میکنه. شما میتونید یه دونه تکسچری که سیملس نیست رو بیارید و D5 اونو برای شما سیملس میکنه. اگه متریال شما هیچ نقشه‌ای نداشته باشه، D5 براش درست میکنه، نورمال براش درست میکنه، رافنس درست میکنه و باعث میشه یه تکسچر شما تبدیل به یه متریال واقعی بشه. D5 حتی یه دونه دستیار AI داره که شما میتونید ازش سوال بپرسید و حتی درخواست خاص بدید. مثلا بگید که آقا من یه فضایی دارم، برای من گیاه بده و اون گیاه ها رو خودش انتخاب میکنه و شما میتونید توی صحنه‌تون بچینید. به قول یکی از دوستان همه پروژه های عمانشون داره شروع میشه، حالا دیگه میتونین گیاهای خوبی رو برای پروژه های عمانتون هم استفاده بکنید. تا اینجا میبینین که داره رنگ رو مشخص میکنه، فصل رو مشخص میکنه و بلا فاصله D5 بهش میده. D5 یه بخش جدایی هم داره که شما میتونید از هوش مصنوعی درخواست مدل هم بکنید. البته هنوز تازه داره شروع میشه و تازه همه اینایی که گفتم مال قبل از رندر بود. وقتی رندر تموم میشه تازه انهانسر میاد که به شما این قسمت و این قابلیت رو میده که بتونید مدلات رندرتون رو بهبود بدید. شما میتونید ازش بخواید گیاهانتون رو بهتر بکنه، آسمونتون رو متفاوت بکنه، آب دریاتون رو فرق بده، چمنتون و حتی آدماتون رو حرفه‌ای تر کنه. قابلیت موشن بلر برای ماشین و آدم هم وجود داره. همه اینا باعث میشه رندری که شما میگیرین تبدیل به یه عکس واقعی بشه و بعد اون استایل هم وجود داره. شما میتونید تبدیلش بکنید به هر گونه نقاشی و موارد دیگه. و خب اینم شد ویژگی های D5 که من میخواستم بگم و الان گفتم و شاید شما الان بیای بپرسی حالا اینم حرف زدیم آیا کرک میشه؟ اولا شما اصلا کرک نیاز نداری. D5 نسخه رایگان داره که میتونه تمامی نیازهای شما رو جوابگو باشه. هرچند تعداد زیادی از مدلایی که ارائه میده برای نسخه پولیه، اما مدل ها و به خصوص متریال های خیلی زیادی برای نسخه رایگان داره. نسخه های پولی در حقیقت نسخه های حمایتی از D5 هستن. D5 مثل یه دونه شرکت بزرگ مثل کیاس گروپ نیست که واقعا براش اهمیتی نداشته باشه کی میخره کی نمیخره. اگه یکی از نرم افزاراش کم فروش بره فرداش نرم افزار دیگه میزنه، میتونید برید ببینید واقعا اینطوریه. اما D5 یه دونه تیمه که داره تلاش میکنه بهترین نرم افزار معماری رو درست بکنه و هر چند ماه هم یه آپدیت خیلی خفن میده و برخلاف توین موشن که مثلا اونم جزء یه دونه شرکت خیلی بزرگه که عملاً گفته اگر درآمد سالانتون بالای $1,000,000 باشه باید پول بدین، D5 تارگتش من و شما هستیم و برای اونایی که پول میدن و بقاشو تضمین میکنن باید یه چیزی داشته باشه که اونا این پولو بدن و روی این حساب تنوع‌های بالاتر و مدل‌های خاص‌تر رو واسه اونا قرار میده. قیمت D5 ماهیانه $38 که الان میشه در حد 3-4 تومن که برای دوستانی که کارشون درسته و درآمد بالایی دارن مشخصا مبلغ بالایی نیست. اما حتی اگر علاقه به پرداخت ندارین کماکان میتونید از نرم افزار کامل استفاده بکنید، مدل‌ها و متریال‌های خودتون رو بیارید و از ویژگی‌های رایگانش استفاده بکنید. من مدت خیلی زیادی D5 رو بدون نسخه پرو استفاده می‌کردم. نزدیک 6-7 ماه راحت استفاده می‌کردم. بعدش چند بار اشتراک خریدم که نیاز داشتم واسه یه سری از کارهای اکستریور که واقعا خاص بود و در این حال دوست داشتم خودمو بخشی از خانواده اصلی D5 بدونم. اما دلیل اصلی اومدن این بود که یه کار خفن زدم و اونا هم بهم 1 سال میشه گفتش دادن. همین پروژه که اتفاقا الان اومد پروژه من بود که اینا توی این ویدیو استفاده کرده بودن و 1 سال بهم جایزه دادن.
و جالب بدونید که درست نسخه کرک هم هست، اما خب این به واسطه هکرهای عزیز وطنمون ایجاد شده و عملا ایران تنها جاییه که نسخه کرک داره و من سر این موضوع به شدت مخالفم، چون دوست ندارم وقتی یه دونه ایرانی دی5 رو توی پستاش تگ میکنه دی5 خودکار بگه بیا یه ایرانی که دیگه داره کرک استفاده میکنه. خدا وکیلی اسم ما باید ارزشش رو داشته باشه، ایران باید بدرخشه و به این فکر کنین و به نظرم نسخه رایگان رو استفاده بکنید اگر نمیخواید خرید بکنید. اگر دانشجو هستید نسخه دانشجویی که عملا پرو هست رو بگیرید و اگرم براتون امکان پذیر بود نسخه پرو رو بخرید تا از دی5 حمایت کنه، نه از هکری که با کارش عملا به دی5 ضربه میزنه. و اینم شد معرفی دی5. حالا من یه پروژه رو باز میکنم و شروع میکنم به انجام دادنش. این هدفش خیلی آموزشی نیست، صرفا میخوام شما به صورت ریل تایم ببینید که آقا الان مثلا من یه پروژه رو میارم چه جوری اینو تبدیل به رندرش میکنم. قرار شما سادگی دی5 رو ببینید و در این بین میخوام از دوستانی که در زمینه دی5 فعالیت برجسته دارن صحبت بکنن و از تجربه هاشون از دی5 بگن.